در واقع من زمانی دلایلم محکمتر شد برای مطالعه کتاب، مطالعه مستمر کتاب در واقع، که من کتاب های استاد بیژن نجدی رو خوندم، یوسف پلنگانی که با من دویدن، داستان های ناتمام و دوباره از همان خیابان ها. در واقع اون حس شاعرانه‌ای که بیژن نجدی در قصه هاش و داستان های کوتاش میده، اون داستان رو برای شما مثل یه ملودی به نمایش میذاره و این به نظر من حس خوبی رو به مخاطب میده و مخاطب رو از جهان اطرافش جدا میکنه و باعث میشه که مخاطب خیلی ملموستر اون تجربه هایی که در قصه هستش رو لمس کنه و زندگی کنه. اینجا یه نوشته کوتاه از کتاب یوسف پلنگانی که با من دویدن میخونیم. امیدوارم که دوست داشته باشید. وقتی طاهر اسم ملیحه را صدا میزد، انگار اسم یک گل سرخ را در باد گفته باشد. صدایش در هوا پخش میشد و میرفت مینشست روی برگها، روی برفها، اما ملیحه هیچ وقت برنگشت. اسمش مثل اسم یک پرنده بود که پرواز کرده باشد و دیگر هیچ وقت به لانه‌اش برنگردد. در واقع به مطالعه کتاب باید به عنوان یک تراپی نگاه کنیم که ما رو از زندگی روزمره و روزمرگی جهان اطرافمون و استرس هایی که به هر حال هر کدوم از ماها در زندگی داریم، حتی برای زمانی کوتاه دور میکنه. پیشنهاد میکنم حتما کتاب یوسف پلنگانی که با من دویدن رو بخونید. مطمئنم که نظرتون در مورد مطالعه کتاب 100% تغییر میکنه.